یاری ده یاری ده خیزا جفته یاری ده 16 شما دیده آقای رافی آقای خانم چرا 5 تایش کم است؟ میدانم آقای رافی عذر میخواهم فرصت نیافتم که گویم شب آدمانی تشکیلات به عاقل در آمده دزدیدند از ترس هیچ کار کردن نتوانستم آقای رافی خانم تو چی ها میگویی؟ من مالها را برای آن دادم که به همه تقسیم کنی کارهایم خیلی زیادند یا پول مالم را میدهی یا این که از خانه و درت میمانی همش را میگیرم شما را میفهمم آقای رافی لیکن من چی دارم که میگیرید تنها 3 گوسفند دارم که برای احتیاجات خانه است دیگر هیچ چیز ندارم انا همان 3 گوسفندت را میگیرم رحم کنید من چطور روز میگذارونم من گوش کن خانم یا پول مالم را میابی یا گوسفندایت را میدهی اگر گفتم را نکنی به خدا شما را از جانتان سیر میکنم این را از خاطرت نبرار التماس آقای رافی این طور نکنید زنی بیچاره چطور روز میگذراند چیکار کنم برادر مرا دیوانه میکند هیچ گم نه مالها از توست هستند پگاه آمده بر میشود مایلش آقای رافی مایلش آقای رافی این کارو نکنید دخترم رو توی میکنم با 3 گوسفند ثروتتان کم نمیشود شما انسانی ثروتمندید با ما رحم کنید آقای رافی مانید که دخترم رو به شوهر دهم و من چی؟ این کاری تو دخترت را خاندار نمی کردی؟ بسیار گم نزن فردا صبح آمده گوسفندایت را میبرند جانی مادر زیغ نشو من کاری کرده چیزهای عروسیت رو میخرم لیکن توی رو دیرتر میگذارونیم مالش دخترم همدردیم رو قبول کنید خالای زیلال دیگه نشوید خدا صبر دهد خالای زیلال خالای زیلال ممکن است از شما یک چیز پرسم مایلش پسرم در خاطر داشته باشید صحبتمون ناتمام مانده بود گوش کن پسرم چطور گفتنم را نمیدانم لیکن حقیقت این است که خانم رابیه مادری تو نیست شما چی ها میگویید؟ حقیقت را میگویم من به این هیچگاه باور نمیکنم به فکرت چرا مادرت خواهرش را کشت چون که نهال به تو همه چیز را نکن کردنی بود حقیقت تلخ است خیلی تلخ مادرت از آن میترسید که حقیقت را فهمیده و را ترک میکنی نهال را برای همین پرام برای همین پسرم پس مادری حقیقی من کیست؟ کیست مادری من؟ خالای زیلال احمد بدهرون برا پسرم در اینجا بمب هست زیدانم خالای زیلال خالای زیلال دوید خالای زیلال زودتر دوید زودتر خالای زیلال خالای زیلال حالا هم به من کی بودنی مادرم رو نگفتید نگفتم چون که نمیدونم میدونید اما پنهان میکنید خالای زیلال التماس من حق دارم که فهمم آقای طاهر
چی شد دیلو؟ یک دختر سلاحدار از تشکیلات گریخته است. مجروح است. سربازان نیستن. رفته کار را تمام میکنیم. ایتن وظیفه تو مژده را یافتن است. با لباس عادی بده هراو. تپانچه برایت کافی است. سلاحت را ده. مژده را یافته به قتل رسان. با جان و دل سینا. رو یلماز، ما باشیم به جستجوی فراری ها میرویم. اول از بریتن آغاز میکنیم. او زخمدار است. به فکرت اول به کجا میرود؟ بنگاه طبی. میرویم. راه گردید زودتر. جراحاتش را محکم کردی؟ بله آقای طاهر. صحت میشوی؟ از خطای کردم پشیمانم. تسلیم شدن میخواهم. دیلو کمک کن. خیز آهسته. اول صحت شو بعد مایلش. بیریتن خولای زیلو. دخترم حاضر رفته مادرت رو خبر میکنم میآید. ایستد خولا نروید. برای چی؟ مادرت با دو چشم چون راهیت را انتظار است. میدونم، لیکن من با این احوال چطور بر روی مادرم نگاه میکنم؟ حالا در این باره فکر نکن. مادرت با جان و دل تو را قبول میکنه. ایستد نروید. بر روی مادرم نگاه کردن نمیتوانم گفتم. خدایا، خائنان باز به ده آمدند. باید زودتر به سربازان رفته تسلیم شوم. گفتم که خودم بردم میسپارم. حاضر آرام باش. نمیخوام که مادرم مرا ببیند. از زخمت خونی زیاد رفته است. کمی استراحت کردن لازم. سینون در ده است پسرم. سینون؟ در ده ها؟ مرا بجویند. زنده ماندن بریتن رو دانن. آنها به اینجا می آیند. دکتر بیارم برا. چی میخوایی سینون؟ چی خواستنم را میدانی؟ خودت را به نادانی نزن. یکی از فراریان را میجویم. او در اینجاست دکتر. او کسی که نباشد در اینجا نیست. آن فراری آدمی تشکیلات است دکتر. خود را به نادانی نزن و او را ده. مادر مژده خائن هم در اینجا بوده است. دختر در کجاست؟ مژده خائن را در کجا پنهان کردی؟ او را در کجا پنهان کرده؟ در قبر پنهان کردم. دخترم در زیر خاک است. اکنون آرام شدی. شما دخترم را کشتید. شما خائن ها. ایست. با تو گفت که مرده است. باز چی میخوایی؟ رو قبرستان در آنجاست. از قبرش برار او. باری دیگر او رو بکش. این زن دروغ میگوید. مژده خودش را نترکانده است. از عملیات و تشکیلات گریخته است. میتونم. شما او را کشتید. خودش را نترکاند گفته او را به قتل رساندید. چرا ایستادید؟ در اون را کابید. زودتر باشید. زودتر. بیا. اینجا بغیر از من کسی دیگر نیست. کسی نیست گفتم.
همشیره نترس دخترک. چرا میترسی؟ دکتری مسخره باز. هیچ کس نیست. هیچ کس نیست سینان. بیا رفتیم. همه جا را کفتید؟ بله سینو. خوب، به خانه بریتن میرویم. راه گردید بچه ها، میرویم. راه گردید زودتر. از من نترس همشیره، نترس، من نمیخورم. راه گردید میرویم. آوازش به آوازه اومد. خیلی مانند بود. تا پیدا کردنی بریتن و دیگر فراریان در اینجا میمانم، نمیروم. تو باشی زلال، گوش کن. دختری خائنت را میابم، مرده یا زنده حتما میابم. فهمیدی؟ راه گردید، هم اسمت من. نخواد برفین مرده باشد. باور نمیکنم. این ابرونش که ترسد گذرد. من زود رفته به امینه خبر میدم. میلش. نروید خدای زیلال. سینان به خانه بریتن میرود. تو چه ها میگویی دیلو؟ مادر جان. گیرین را گیر. دخترم در کجاست؟ دخترم نیست. با من بازی نکن احمق. بریتن از تشکیلات گریخته است. گریخته است؟ خدا را شکر. بکار. مادرم را نزنید. این تیمازو را نزنید. دخترت رو در کجا پنهان کردی؟ با خدا در اینجا نیست. دفشو. مادرم نرفته. دفشو گفتم، دفشو. کابه زودتر. همه جا را کابه زودتر. زودتر. سینان در درون کسی هست. کجا؟ ایستید. سرده پایم را سرده. دفشو. ایستا. سرده گفتم سرده. یولمز در کجایی؟ که بوده است؟ بریتن نیست سینان. در این جایم دختری دسوره. راست میگویی؟ همه جا را گفتیم، هیچ کس نیست. بیا رفتید سینان. بریتن در اینجا نیست. زودتر. گوش کن. دختر در زیر زمین هم پنهان شود. او را پیدا میکنم، میابم او را میابم. فهمیدی؟ راه گردید میرویم. گردید زودتر باشه، زودتر. خوب هستی برفین؟ خوبم خاله امینه، خواطر نشوید. برفین تو چقدر نجات یافتی؟ امیده روکی سیلو دوران میویم. زود برفین را پنهان کنید. مادر جان صبر کنید. گوش کنید مادر جان. صبر کنید. اونها الکی اومده رفتن. چی؟ رفتن. اونها رفتند؟ نترسید مادر جان. آنها مرا دیدن لیکن نشناختند. دختر
بالفینا تو رو نبینم گفته سخت ترسیدم. از سراسی مگه فراموش کردم و تو یک خبری خوش دارم. دخترم بله میدونم بریتن از تسکیلات گرفته است. آن سگها و جستجوی او آمده بودند. نه گفتنیم که بریدن حالا در نقطه طبی است. چی؟ تو چی ها میگویی زیلو؟ چی ها میگویی؟ نه آرام شو. برای چی در نقطه طبی؟ یا این من بریتن یکم واقعیت شدن؟ آرام شو گفتم شیطوب نکن. احوالش خوب است. جراحتش هم وزنی نیست. چرا انتظارت زیلو گردم؟ شیطوب نکن آخی. شلوغ دوران در دیه. چطور میروی؟ صبر بله راست. اول اونها از دیه بر اومده روند. تو خموتیر نشو. آقای دکتر همراهش از زیلو هست. نترس امینه نترس. روز بخیر. شما چی رو پنهان کردید آقای دکتر؟ چیزی رو پنهان نکردم خزبان. نه من دیدم چیزی رو پنهان کردید. تلفناتون کار میکنه؟ نه پدرم گفتم سیم کنده شده است. من هم با دوگانم زنگ زدم بودم اما نشد. خیر مهلش رفت الدارو جیغ زن؟ چی؟ با اون چوپان چی کار داره؟ خزبان تو رفت الدارو جیغ میزنی یا نه؟ همین رو گویی؟ جیغ میزنم البته. گرچه من با چوپان ها رفت آمد ندارم. اما وقتی شما خواستید البته جیغ میزنم. خیر من رفت آن بی سواد رو یافته آورم. چی خبر دیلو؟ سینان و آدمانش عالم در دیه بودند. خانه به خانه گشته گریزه ها رو می جویند. معلوم می شود که بغیر از بریتن دیگر گریزه ها هم هستند. خیراری در خانه اش نیست سینان کماندون. اینجا هم کسی نیست کماندون. یعنی نیست ها؟ پسرم در کجاست احمق؟ او را در کجا پنهان کردی؟ در یگان جا پنهان نکردم. در کجا بودنش رو هم نمیدونم. باور کنی؟ یعنی نمیدونی؟ ایست با اون نرس. نرسید به دخترم نرسید. با اون نرس گفتم. همه تون دروغ میگوید خائنان اینا بکار. میدونی حاضر من چیکار میکنم میدونی؟ یعنی در کجا بودنی پسرت رو نمیدونی؟ هر کسی آنها را پنهان میکند خائن است فهمیده گیرد. بچه ها را گردید میرویم. رفتیم. روحم دم شد. نترسید از ما نترسید. نیتی بد نداریم. به هیچ کس ضرر نمیرسانیم. یک چند نفر از سلاحداران گریختند. همه‌شان از همین دهند. آنها را با من سپارید. به یگان تای شما ضرر نمیرسانیم. از این زیاد ضرر میشود مگر فرزندان ما را سلاح به دست کردیم. کرنمک ها فراری ها را با من سپارید. آنها به خلق و ملتشان خیانت کردند. میفهمید خیانت کردند. اگر آن خائنان را به ما نسپارید شما نیز خائن حساب میشوید. بودنی خائن معلوم. دانسته باشید. گپ زنید. زبانتان رو خوردید مگر ها؟ گپ زنید. چرا خاموشید؟ من سببی خاموش بودن را میدانم. گپ زنید وگرنه شما را همین که قیزبان گفت
زود دویده آمدم آقای دکتر. از تو یک خواهش دارم آلدو. استغفرالله آقای طاهر، مرحمت. میخواهم که حاضر به ناحیه رفته این مکتوب رو بفرستی. بله آقای دکتر. دهو میروم. خواطر نشوید. امانت رو به جایش برده میرسونم آقای دکتر. شما پروا نکنید. روال. سمت استانبول. و استانبول میفرستم. ها خانه هم چیزی خوب بوده است. جانومه کزبانومه وای یعنی برفین نمرده بوده است؟ بیاید خاله زلال. شب مکتوب دیر میرسد. تا آن وقت دخترم را در کجا پنهان میکنیم؟ کاش به رفیقت زنگ زده میتوانستی. کاش میتوانستم، اما حاضر علاج دیگری ندارم. اگر تلفن کار میکرد درحال به رفیقم زنگ میزدم. ببخش پسرم، چی گفتنم را نمیدونم. این نیکی هایت را چطور برگردانیم؟ گوی من برایت چی کار کنم؟ استغفرالله خاله زلال، چی ها میگوید؟ اما از شما یک خواهش دارم. کی بودن مادرم رو با من بگویید. آقای طاهر، نبیرای بابای شکور فقط رو فراموش کرده. راست میگویی، او در خانه آقای حامد ما رو انتظار بود. رفته جیغ زدن؟ نه، خودمون میرویم دیلا. شما همراهی برید هم نیست؟ مایلش پسرم. رفتیم دیلا. من یک زینب رو هم خبر میگیرم. مایلش رفتیم. یعنی او را از اینجا گریزانده و شهر میفرستند. زنی ابله، گفتم که این زن چه نقشه دارد. مژده خائن را هم در ده پنهان میکنند، اما در کجا؟ پروا نکن سینان، مژده را هم میابم. آفرین نیتین، کار خوب کردی. مژده را به تو میسپارم. کاری کرده او را به قتل رسان. این کار را به من بگذار. جزای مژده را من خودم میدیم. تو قماندان یلمز، این کار کاری تو نیست. خودمون به قرارگاه برمیگردیم، چاره فراری ها را میبینیم. ایتین، رفته او را به قتل رسان. مژده را مرده فکر کن سینان. آفرین ایتین. راه گردید، میرویم. راه گردید. برفین را پیدا میکنند. این نقش ها رو خودت دختری رو کن. خیلی زیبا دختری. معلوم که نوزادت رو خیلی دوست میداری. بله دوست میدارم. روزی تویت هم نزدیک شده ایستاده است. بله، اما توی رو کمی دیرتر میگذرونیم. برای چی؟ چی شده است؟ از گوسفندانی آقای رافی پنجتاش را سلاح داران از آقلمان دزدیدن. آن ظالم پول گوسفندهایش را خواست. تمام بود و نبود ما رو گرفت. چی تفسیر کنیم؟ مجبوریم انتظار شویم. حالا براشید نگفتم. اگر باید میگویم. روکن خاموش است برفین. در این وقت کی پوشد؟ روکن به بیرون برو، رشید آمده. زودتر بیا روکن، نامزدت را منتظر نکن. رشید هم اومد. من اکنون چی کار میکنم برفین؟ چیکار به اون میگویم که توی رو دهتر میگذرونیم؟ رشید توی رو دیرتر میگذرانیم.
برای چی روکین؟ میدونی سلاحداران گوسفندان آقای رافی رو دزدیدند. آقای رافی باشد پول گوسفندان رو میخواهد. مجبوریم انتظار شویم رشید. چاره دیگر نداریم. آه رافی حالا هم عوض نشده ای. اکا چرا این پول ها را پنهان میکنید؟ پنهان میکنم. پول قرض هایم را میدهم. چه خیلی قرض بوده است؟ چرا من نمیدانم؟ چند وقت باز در شهر بودی، از کار بار خانه خبر نداری و من همش را فهمانید از کی قرض دارید. من نصف زیاد گوسفندها را فروختم. چی؟ فروختید؟ چرا از من نپرسیده فروختید؟ باید از تو بپرسیدم. گوسفندان بیمار شدن، نمیفروختن میمردن. کنید اکا شما را حرمت میکنم. گوسفندای هر دویمان مهنت کردیم. پولی گوسفندای فروخته را چیکار میکنید اکا؟ شما چیکار میکنید؟ در پایان مهمانان شما را انتظارند. داماد هم آمده است. مردانی خانه باشند جنجال میکنند. ای بس کنی رفتیم. اکا این موضوع در اینجا تمام نمیشود. دانستمانید که من این موضوع را دوام میدهم. فشارتان بلند است آقای مسلم. داروهای به شما نوشتم رو بر دوام استعمال کنید. مالش آقای دکتر. خوش آمدید داماد، خوش آمدید. بیایید خوش پدر. باشید آقای حامد. سلامت باش. این داروها رو رفته میاری دیلا؟ البته آقای طاهر. خانم دیلا شما زحمت نکشید. من خودم به بنگاه طبی رفته داروها رو میارم. لازم نیست آقای فؤاد، خودم رفته میارم. آقای حامد با من اجازت. ایست پسرم ایست. و کجا؟ همراه یک پیاله چای می نوشیم. فؤاد پسرم تو هم نشین. ینگه گل یک چای نقصدم کنید. حاضر رفته دم میکنم حامد. دیلا زحمت نشود آماده کمک میکردی دخترم. مایلش خلای گلی. من هم میروم. رو دخترم رو. آقای مسلم خدا شفات هست. انشالله صحت میشود. انشالله. دیلا دخترم خوب فکر کن. فؤاد از تو چشم نمیکند. معلوم است که تو رو دوست داشته است. او را رد نکن دخترم، او را رد نکن. دیلا او انسانی خوب می نماید. هیچ نباشد با او یک بار صحبت میکردی. در این باره چند مراتب به گپ زدیم. من خودم تنها قرار برآوردن نمیتوانم. به روزگی یلماز هیچ چیز گفتن نمیتوانم. این طور باشد به یلماز خبر میدهیم که آید. نمیشود زینب. یلماز از مرگ بابویم خبر ندارد. اگر فهمد دانشگاه رو پرتافته بدی هم میآید. نمیشود. به یلماز گفتن نمیتوانم. یلماز چرا با فکر فرو رفتی؟ تشکیلات پراکنده می شود. طرف قدرتش کم می گردد. چطور صدی راهی آنها می شویم؟ شاید اندیشه آن را کنیم که چرا آدمانمان فرار می کنند. تشکیلات یگان خیل پراکنده نشده است. فقط در بینمان یک چند خائنی بی ناموس است. آنها را چنان باب می کنم که آنها را چنان عذاب دهم که دیگر به سر هیچ کس فکر گریختن نآید. سنان گوش کن، شاید این جناب کماندان، جناب سبا شما را به نزدشان خواندند. شد فهمیدم. تو از پس کارت شو. رو. اطاعت. سبا را بین یلماز. آدم شده است تو. مرا به نزدش جیغ میزند. جناب سبا یاردمچی قماندان است. حتما یگان کاری مهمی برآمده است. در خانه گرم و بالین نرم استراحت می کند و باز کارهای مهم را حل می کرده است. خیر می روی؟ کاری دیگر ندارم. اگر خواهی بجوید من روم. خوب تو رو. هر چیزی می خواهد و تو گوید رو. اطاعت سینان. سبا. سینون و آدمانش رفتند. من رفته امینه را جیغ زنم. آمده دخترش را بیند. مالش جیغ زنید. امینه خیلی خرسند می شود. خالای زلال، سینون مکار است. به مردنی برفین باور نکرد. با دقت باشه.
تو خواطر نشو پسرم ایلش. برفین را میابند. برفین مادرت آمدند. حاضر کارم رو تمام کنم میایم روکین. میلش. پس چرا انتظاریم زیلا؟ بیا زودتر رویم. یک دم است. به تو گپ دارم. بریدن با تو روبرو شدن نمیخواهد. دختر بیچاره شرم میدارد. برای چی؟ در نزد دخترت گفته نمیتوانم. فهم خیر. بریدن خونی من است، جانی من است. در هر صورت او را قبول میکنم. بیا رویم اکنون. مادر جان به نزد اپا میروید. من هم روم. نه دخترم، تو با برفین مون. با برفین گوی که من زود برمیگردم ایلش. Yılmaz. این توی؟ زنده بودنت را میدانند. تو را میجویند. از اینجا گریز برفین. از کی باز با تشکیلات همراهی؟ پس از 6 ماهی به انقره رفتنم. من فکر میکردم که تو خونده معلم میشوی. من برای به انقره به نزد تو رفتن، برای همراهی تو بودن، از ده همان گریختم یلمز. با دست اون ظالمون افتادم. اما تو برفین گوش کن. من تو باشه سالهای دراز مرا فریب دادی، دروغ گفتی. برفین من تو از اول از احوالم با خبر بود، برای همین آنجا ماندی. چرا با اونها همراه شدی یلمز؟ چرا مرا ترک کردی؟ چرا با کوه بر اومدی؟ من تو را ترک نکردم برفین. من به خاطر شما به کوه بر آمدم، برای آرام و آسوده و خوشبختانه زندگی کردن شما، برای آزادیتان به کوه بر آمدم. چه خلاف زادی یلمز؟ چه خلاف زادی؟ مساوات نداره، لیکن تو آدمی باسوادی. چیتر به دروغهای آنها باور کردی؟ اینها را یک سو گذاروی، یک به احوالی من نگر. مرا فریب دادن، فکری از طرف سربازم کشتنی تو را به سرم جا کردن، مرا فدایی کردن. تو این
اینها رو میفهمی؟ برفین حالا که سینان تو را نیافتد از اینجا گریز. برفین التماس. تو چقدر عوض شده ای؟ خواطر نشم، میروم. آقای دکتر مرا به خارج کشور میفرستد و من دیگر بر نمیگردم. برآمده رو دیگر بر نگرد و پس هم نگاه نکن. اگر هم دیگر مرا نمیبینی از خاموش ایستادنت معلوم است که دیگر مرا دوست نمیداری و شاید مرا هرگز دوست نمیداشتی. بایلش میروم. میدانی که دوستت میدارم. برفین برای همین اینجایم، برای همین همیشه در برات بودم. نبودی یلمن، تو اون وقتی که همراه تشکیلاتی در بری من نیستی. یلمن مرا تنها نگذار، مرا درک نکن، التجا میکنم. مجبورم که روم. برفین نرو یلمن، تو را میکشم، التجا میکنم. اگر نروم همه را میکشم. یلمن نرو یلمن. برای فکر رقم ده اوله تقسیم کن، از گرسنگی مرده مگر به همه ده. جنابی سبا اومدن سینان قماندان. فهما روید جناب را پیش باز گیرید. زودتر روید زودتر. وای 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 خورا میبینم که خورا جناب سبا خوش آمدید کنید کمک کنید. گوش کن سینان، تو در کجا میگردی؟ یلمن قماندان را به نزدتان فرستاده بودم، دیدید؟ لیکن به نزدم هیچ کس نآمده است سینان. چه نآمده است؟ نآمده است، خیر این مهم نیست. سینان انا به این جوان مناسبت خوب کن. از فرزندان قبیله کوشینی هاست. به گپ پدرش گوش نکرده به کوه بر آمد. نه تنها او بلکه از پس جوانان زیادی به کوه میبرایند. دانسته باش در حالی که تشکیلات پراکنده شده ایستاده است، آدمانی به کوه فرستاده هم این نارسایی ها را پورا میکنند. لیکن شما نیز غیرت کنید. من یک کس را آرم از اینجا 10 کس میگریزم. اینطور نمیشود آخه. راست جنابی سبا راست، لیکن مبلغی به شما فرستادم هم کم نیست. همینطور نه؟ پروا نکنید، به قریبی تشکیلات پر قدرت می شود. نقشه های نو داریم. چرا مادرم رو جیغ زدید آقای دکتر؟ برای مادرم نگاه کردن نمیتوانم. بریتم، مادر در آرزوی دیدارت است. تو رو دیدن میخواهد. مادرت تو رو ناز نگاه و بین میکند. زودتر صحت میشوی. آخر چرا شما من رو نمیفهمید؟ چرا نمیفهمید؟ من اون بریتنی پیشتره نیستم. بریتن، تو هر گونه نباشی جگربندی مادرت هستی دخترم. مادرم به نزدم اومدن نخواستند، همینطور نیست؟ دخترم بریتن، من تو رو در همه حالت قبول میکنم دخترم. مادر جون مرا ببخشید، التجا میکنم مرا ببخشید مادر جون. بریتن دخترم، دختر جونم، جانی مادر، دخترم.
مردی یلمز قماندان مردی شمتی مجدومانه مگری مگری دای مگری ملت حاته برخی خانه مگری مگری دای یلمز تو در کجا میگردی یلمز؟ به نزد جناب سبا رفته بودم. رفته باشی؟ پس چرا او به اینجا آمد؟ من رفتم ولی او رو در خونهش نیافتم. اگر تو در وقتش نروی البته نمیابی. قماندان زنگ میزنند. امر نمایید قماندان. حاضر به چشم قماندان. فهما حاضر به وادی ماران می آیم. فهما بخیر است سینان؟ مرا قماندان جغ می زند. یعنی کاری مهم است که جغ زده است. یلمز برایم 10 جوان یاب. همه‌شان لباس حربی پوشند و باز یک آدمی که به زبان ترکی آزادانه گپ زده تواند. برای چی؟ آنها را به خدمت میفرستم. فهما؟ او باز چه نقشه داشته باشد؟ سینا، عملیاتی بزرگ در پیش است. آدمانت را آماده کن. اگر در عملیات موفق نشوی برایت خوب نمی شود. چه عملیات بوده است؟ انا خانه امین. اگر تسلیم شوی جزایت کم میشد از دخترم. آقای دکتر همین طور گفت. راست است. برای پشیمان بودنت را عفو میکنند. البته برفین را هم همین طور عفو نمودند. خدا را شکر دولت شما را عفو میکند. نجات مییابد اپا. کاش همین خیال شود روکین. خدایا در کجا گذارم؟ در یکان جا گذاشتن در کار که بی نداد برفین تو به درون در را. روزهای نزدیک در سینما فیلمی هنری عذاب موینده. همونجا بشینی دلا بیا. میلاد به کفه آقا که اومدیا. غم درد اندو تلفنش که در کجای باشه نباشه زنگ بزن بیاید پلای ما را وطنوید کنم. نه که باشه خانه و در تمه فرشون شما را میگیریم. فهمیدی گفت ما را؟ آدمی هست که بربش را گم بکن میکوبد. چی تا کجا نبام گذاشت. بیادی و چه در نقش اساسی فردوسی عزیز. ودا یک بار دیگر با فیروز گپ زدن از رو بینم از من خفه نشم. خیر من فیروز را راست گپ برای من فرقی نداره. مهم اون است که تو تستر صحت شوی. تقدیم کرده می شود. به اوچا گیرا صغیری تنها دانده. به اوچا گیرا یتیمی گیران دانده. عجب روسیتا هیا چمن دیلگیرو. در غمهای تو در پشتی در نمی رومه.
غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغن برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظر داشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغن برکت را در ظرف‌های گنجایشی گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کلاب، رشت، ولایت سوخ، شهرهای خوجند، پنجکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. مادر جان چی شد برفی؟ رئیس ما رو دید. چی؟ نخود برفی رئیس در اینجا چیکار میکند؟ او در حقیقت رئیس بود. از اینجا رفتنش رو دیدم. اکنون چیکار میکنیم؟ به همه میگوید. نترس دخترم، به کسی چیزی گفته نمیتواند. نترس. سینام سینام چه شد؟ تمام شب تو رو میجستم. مژده رو یافتی؟ مژده رو نیافتم اما این رو یافتم. از خونه مژده برآمد. این یلمز است. بله یلمز است. به مژده عاشق بوده است. مرده یلمز. جنگاور باید همه وقت برای مردن یا کشتن آماده باشد. برای تشکیلات اگر لازم شود عائله یا اینکه شخص دوست داشته‌اش را قربان کند، بهر تشکیلات جانش را فدا کند. هر کسی که این کار را کرده تواند جنگاور حقیقی حساب می شود. درست میگویی قماندان. حضرت سینام قماندان را پیش گیرد. آها چه خیلی جوانهای زیبا. کنه از اینجا روید زودتر. رو شیر بچه تو هم روید زودتر روید. سلاح را گیرو نو بداریز زودتر رو. تو هم رفته در آنجا نو بداریز زود باش رو. یلمز سخنرانیت با من پسند آمد. آفرین. تشکر سینام. یلمز یعنی بهر تشکیلات دوست داشتت را فدا میکنی همین طور؟ به ما همین طور آموزاندن سینام. از این رفتارات خیلی خوشحالم. این خیلی پیش بود، حالا او را فراموش کردم. خوب مادام چنین است برایت دشوار نمی شود یلمز قماندان. این کارو ایتن نیو. این کارو تو میکنی، مژده را میکشی. مرده یا زنده دوست داشتت را به نزدی من میاری یلمز. فهمیدی؟ گرین را صادق بودنت را اثبات کن. با من بیایید. ما را فریب دادند. مردهش گفته گروندند، لیکن آن قبر لازم می شود. اگر سینام فهمد لازم می شود. بله آن قبر لازم می شود. اگر با کسی هلال تو شرم نمیداری ها؟ شرم نمیداری؟ دخترم مرداش بودن باید میده را فرید رئیس حیفی تو چی کار میکنی؟ چی مقصد داری ها؟ رئیس
اگر درباره برفین به کسی گویی به همه دیه که بودنت را میگویم. دانسته باش. من گوش کن. تو چی ها میگویی ها؟ در این دیه که بودنی من به همه معلوم است. رئیس، همسری پیشینت گنول را میورد. چطور تو مذهبت را عوض کردی؟ در نزد تمام مردم دیه خودت نقل میکنم. گنول خاطر نشد خانم زلال، به کسی نمیگویم. قسم میخورم که نمیگویم. جسارت داشته باشی گوی. گنول از کجا پیدا شد؟ رئیس به هیچ کس نمیگوید مادر جان. مجبور است، چاره دیگر ندارد. مرحمت. برای معاینه بریتان آمدیم. خدای زلال نیستم؟ در همین جا اندروید. تو همین جا انتظار شو. همین جایم پسرم. برفین در کجاست خدای زلال؟ در دیگر حجره است، گذر. برفین دیلا، تو رو چنان پزمون شدم که دیلا. من هم تو رو پزمون شدم برفین. دیلا با تو چی شد؟ تا بدخیره می نموید؟ نه. چی خیلی نه؟ یا اینکه برای خاندار شدن آقای دکتر و زینب غمگینی؟ میدانی برفین، نه برای آقای شکر فؤاد با من خاندار شدن میخواهد. خوش، تو با چه خلاصه آمدی؟ چی کار میکنی؟ یلمز رو انتظار میشوم برفین. یلمز رو بیهوده انتظار میشوی دیلا. یا زنده دوست داشتن را و نزد من میاری و مفهمیدی. خب لباسایتان را پوشید، گریبانت را راست کن احمق. سرپوش تو در کجاست؟ کنی بینم. خودت را به ترتیب درار. تو آفرین، تو نغز. چی کار کردنتان را میدانید. با دقت باشید، فهمیدید؟ فرو نکنید. بعد به من زنگ زن. اطاعت سینو. روید اکنون، زودتر باشید. روید گفتم، نیستید. زودتر باشید. روید، زودتر باشید. روید گفتم. با همین احوال باز خود را جنگاور می حسابند. روید. زود روید، آماده شوید. برای نابود کردن دیههای کیگلین می روید. زودتر. لیکن آنها به تشکیلات کمک میکنند. دمت را گیر ابله. مکانهایی که به تو دخل ندارد بینی نخلان. من هر چیزی گفتم همان میکنی. مرا فهمیدی؟ روید. نه خانه مانید و نه انبار. همه جا را آتش زنید. یگان جا را آباد نگذارید. حیوانها را هم نابود کنید. فهمیده؟ فهمیده؟ فهماسینو. دیلا بخیر است قزبان. باز چی شد؟ این مکتوب به جای کل پدرم اومده است. از کی باشد؟ چی نشته شده است؟ قزبان میمانی خانم یا نه؟ این شد دارم عصبی نشو. گیر
بهم تو را بخشیدم. از دانشگاه خارج کردند؟ نقص آنها رفتند. اکنون نوبتی تو یلماز کماندان. رفته مژده را بیار. اطاعت سنان. رو. ایتین او را نظارت کن. مایلش سینان. آفرین. میرزا پسرم، میرزا سربازان آمدند پسرم، تسلیم شو. نه پدر. از سربازان نترس پسرم. سربازان آمدن، سربازان آمدن، سربازان آمدن با دهان و آمدنه. در هر صورت خوب شد. خوش آمدید کماندان. مرحمت مدرد چای بنوشید. چی گپ است؟ چرا این چی شد؟ مرحمت آقای کماندان چای گیره. شخص شو از نظرم. بگوید آقای کماندان یکان کاری خطا کردیم. دیدم این کارهایتان خطا. آقای کماندان پسرانتان را به کوه فرستاده، تشکیلات را دستگیری نموده، سلاحداران را در خانه‌هایتان راه داده. کی فکر کرده جوابش را نمیگوید؟ همه این خانه ها را یک به یک گشته، همه آز و خواهشان را خون داره. وقتی گروس نماندم بعد میفهمم. زودتر باشه. خدایا توبه این چی گپ است؟ خدایا آنها چه کار میکنند؟ آنها چه کار میکنند؟ رئیس یگان کار گناهی. ندرست رضا همین هایان آرا باید تلا اینجا بیا. کماندان پسرم را به دولت میسپارم. خواهش میکنم او را عفو کنید. شهزاده کردن به ناموس شما دردی سره نابکارم بره دارم. رئیس یک جای پول خیر همین که تماشا کردن نمیگوید آقایان حتی من چی میایم نکنه کماندان نیسته. نکنه آقای کماندان خواهش میکنم کمانده آخیبتی پس از کلاد همراه شدن مرگه. آنها چه کار میکنن؟ به همه عبرت شود. نکنه کماندان نشان گیرد ایسته
رفتیم بودیم جو زینب رفتیم دخترم زینب روید از اینجا خب اسما بیاد رفتیم از اینجا اگر آنها دخترم رو یابند میکشند من رفته خبر بدیم خانه شما زودتر اسم کجا چی گفت است من دخترم باید به نزد بیمارم روم مایلش رو از پسش رو بیتوان تو چی کار میکنی؟ اینجا برای کشتن تو آمدم برفی خدا این چه روز است این دستان چی طور تو را میکشن خدایا بهتی باز مرا ببخش بس کن یلمز خواهش میکنم بس کن اکنون دیدی که آنها چگونه آدمون بودم بریتان چی شد آقای دکتر؟ بریتان این آقای دکتر است بریتان کجاست؟ سربازان با اینجا می آیند از اینجا گریختن ما لازم چی شد آقای دکتر؟ این بریتان است فرو سربازان این کارو نمیکنند آنها سرباز نیستند بلکه آدمان سینانند آفرین شیر بچه ها دوربین را گیر عملیات چخل گذشت
همه فیراری ها را کشته، مردم ده ها را باشد عذاب و شکنجه داده. اکنون میبیند که چخیل آن خائنان با من باور کرده کمک میکنند. آفرین به همتان، لباسهای حربی را بدر کنید. اکنون آنها سربازان را گناهکار میکنند. را گردید میرویم. Dünya tabip gelse derdime çare, derdimin dermanı ana lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam lokmana باید مادرم رو یابم. و بیرون نبرا. برای چی؟ شاید آنها حالا هم در همینجا باشند. شین. روکینی بیچاره رویش را به چه حال آوردند؟ آنها چه خیل انسانند؟ خلق به که باور میکند؟ این چه روز است؟ شب سلاحداران، روز سربازان. احوال مردم چی میشود؟ آنها سرباز نبودند دیلا، همه اشان آدمان سینان بودند. چی؟ باروکن چی شده است آقای دکتر؟ باروکن چی شده است؟ به اینجا در اومدن ممکن نیست. من نامزدش هستم. به بیرون برو، التماس به بیرون. روکن؟ او روکن است؟ با بیرون برو. نه اون روکن نیست آقای دکتر، او با خدا او نیست. تمام برو. خاله جان احوال روکن خوب نیست. روکن چه خیلی است آقای دکتر؟ کاری از دستم آماده را کرده ایستادم خاله امینه. روکن آی دختری زیبایم، تو را به چی حال آوردن دخترم. خیلی بد است. خاله جان آرام شدید. آقای دکتر چی وا خیال دار؟ آقا من مکتوب را گم کردم، برای ببخشید، به خدا ناخواد شد. مایل شلدا، زیغ نشو. خب تشکر. اکنون چی کار میکنیم پسرم؟ تلفن رو انتظار میشیم خاله زیبا، یگانه امیدم همین است. مایلش شد خاله جان شد. این دولت بی رحم است، با آدمانی تسلیم شده هم رحم نکرد. اکنون همه‌تان دیدید رفیقان، دولت به بیچارگان ظلم میکند، ما را آدم نمیشمارد، همه را عذاب و شکنجه داده به رزق و روزی میگذارد. خیلی که همه‌تان دیدید دولت ما را دشمن میحسابد. بله برادران، بله. فرزندانمان را به کوم میفرستیم، حتما میفرستیم. همین طور نگاه کردن نمیستیم، میفرستیم تا که ما را از سربازان حمایت کنند. رئیس یکم چیز گوی آخر، یکم چیز گوی. کاری کرده اشون رو خودتو دیده. برادران کمی صبر کنید، اول سباسی من نشده یک فکر کنید. دولت این کار را نمی کند، بیهوده دولت را گناهکار نکنید. بله درست میگویی، از فکرم این کاری سربازان نیست. کاری سربازان است آقای رافع. همه با چشم خود دیدن که چی طور ده را تار و مار کردن، یا شما ندیده؟ همه امان را تحقیر کردند. شما مگر ننگ و ناموس نداره؟ انسانی با آر و ناموس با آنها مبارزه میبرد. خطا میکنید. این آدمان سرباز نبودند، آنها آدمانی سینان بودند. البته آدمی دولت رو طرفداری دولت میشوید. آنها رو در کو دیدم، دولت رو طرفداری میکرده باشد. با سینان بخوردم. معلوم میشود که سینان آنها را فرستاده است. تو هر چیزی که نگویی دکتر، من با چشمانی خودم دیدم. دولت دختری مرا به قتل رساند.
ما همش را با چشم خودمان دیدیم. دیگر گپ نداریم. رفتیم برادران. گپ نداره. دیگر ای دکتر، چی خیلی که میبینی؟ و سخنانت باور نمیکنن. بله راست پسرم، رئیس درست میگوید. این آدمان با چیزی دیدهشان باور میکنن. تشکیلات به مقصدش رسید. رئیس، باید به یک جور زنگ زنم. دکتر همه چیز را آماده کرده است. همراه مادرم از اینجا میگریزیم. تو هم بیو، وگرنه سینم تو رو زنده نمیگذارد. یلماز التجا میکنم اگر مرا دوست داری بیو. بعد با من خانه دار میشوی؟ این طور باشد میگریزیم. فقط هر دویمان میگریزیم. مادرم چی؟ به مادرم نمیروم. ای دکتر، با تو گفتم کو کار نمیکند. باور نکردی. فوراً زنگ زدنم لازم رئیس. آقای دکتر، شاید تیمش کنده است. بعضا میشود. کنی یک ببین قسم؟ البته حاضر میبینم. میلش یک بینیم. سیمش کنده است. بختت خندی؟ سیم کنده است. پیوست کن خدمان. پیوست کن. کنی گوش کن آقای دکتر کار میکند. کار کرد؟ بله کار کرد. ما به بیرون برای آقای دکتر به حضور گپ زند. پیشتر. الو سماد، این من دکتر طاهر. مهمونان را به نظر فرستم. همه چیز آماده است. در انقره رفیقان زیادی دارم و ما کمک میکنند. به مادرم به هیچ کجا نمیروم. آقای دکتر همه چیز را آماده کردم. برای چی مرا نمیفهمی برفین؟ آقای دکتر مرا به سربازان میسپارد. سپرند هیچ گپ نه. گناه نکرده باشی تو رو عفو میکنند. آزاد میشوی. انا بین مرا آزاد کردم. من گناهگارم برفین. مرا اصلا آزاد نمیکنند. یلماز، تو چرا با ما رفتن مادرم رو نمیخواهی؟ تو فکر میکنی پس از گلخان نجات مییابیم؟ مدت دراز ما را تعقیب میکنند. خاله زیلا را سرسان کردن نمیخواهم. وقتی آرام و آسوده شدیم بعد او را به نظرمان میگیریم. قول میدی؟ ها یلماز؟ مادرم رو هم میگیریم؟ البته برفین، البته. پس بیا گریزیم. یعنی میگریزه وای خاین ها. مادر جان یلماز، این تویی؟ تو هم آدمی تشکیلاتی از دخترم دور. آرام شوید خاله زیلا. ایستید مادر جان، اون نیز پشیمان است. از تشکیلات خلاص شدن میخواهد. آرام شوید. تو چرا همراهی او میروی؟ با او چه علاقه داری؟ خاله زیلا، معلوم میشود که یکدیگرشون رو دوست میدارن. برفین، این راست است؟ مادامی دخترم را دوست می‌داری، همراهی ما می‌روی. مادر جان، یلماز رو ترس فرا گرفته است.
یلماز با دولت باور کن هیچ جایی ترس نیست. مادامی همین طور است، مادامی که دخترم را میخواهی به گپی من گوش میکنی، من بعد از پیش خودت یگان کار نمیکنی. کی میرویم آقای دکتر؟ پس از تاریک شدن هوا براه میبراید، تا آن وقت یگانجا پنهان میشوید، به بیرون نبراید. رفتیم. تشکر پسرم. برای رفتن آماده اید؟ یلماز چی شد؟ یا اینکه از فکرت گشتی؟ برای دیلا و عمر بسیار خواطرم. خدا میداند که کی باز آنها را میبینیم. بخیر است دیلا؟ با کجا میروی؟ به انقره، به نزد یلماز میروم. به نزد یلماز میروی؟ این مکتوب رو از دانشگاه فرستادند. او رو از دانشگاه خارج کردند. باید به انقره رفته یلماز رو یابم. خودت تنها چطور به انقره میروی؟ مجبورم. به غیر از یلماز کسی دیگر ندارم. زود باید به راه برویم. من رو ببخشید آقای طاهر. دیلا لبای آقای طاهر. بیهوده میروی. یلماز رو نمیابی. از کجا میدونید؟ یلماز یلماز با کوه برآمده است. چی؟ شما چه ها میگویید؟ دیلا تو خودت را با دست گیر، آرام شو. من همه‌اش رو میفهمم. یلماز خیانت کرد و همراه مژده است. گفتم کو. بار دیگر گوی یلماز خیانت کرد. او با من خیانت کرد. یلماز قماندان همراهی مژده است. در آخری اعضا پنهان شده شب میگریزند. یلماز خاین. حالا ایست یلماز. خزید زودتر از جایتان خزید احمقها. راه گردید زودتر، راه گردید زودتر باشید، راه گردید زودتر، راه گردید. همین طور میروی زیلا. حقیقت را به پسرت نگفته میروی. مادر جان چی شد؟ هیچ چیز نه. دیلا دخترم. یلماز آقای طاهر همه چیز رو به من نقل کردن. یلماز دیلا برایت نگاه کردن نمیتوانم. به شما دروغ گفتم، شما را فریب دادم به کوه بر آمدم.
آرزوهایتان را برباد دادم. مرا ببخشید. خواهش میکنم مرا ببخشید. بابایم چی؟ برای بابایم چی طور نگاه میکنم؟ اگر خواهیم نگاه کردن نمیتوانی یلماز. بابایمون دیگر نیستند. تو چی ها میگویی دیلا؟ بابایمون رو کشتن یلماز. چی شد آلدو؟ تینجیست؟ بله همه جا تینجیست آقای تایر. بیایید زودتر. خدا نگهبانتان خالای زیلو. تشکر دخترم، تشکر. تو رو خیلی پزمون میشوم برفین. من هم تو رو پزمون میشوم. مرا ببخش دیلا. عمر به تو امانت. مرا ببخش خواهرم. ببخش. ما رو فراموش نکنید. این خوبی هایتان رو چی طرف برمیگردونم آقای دکتر؟ این طور نگوی، تو با من مثل خواهرم هستی. بیایید رفتیم. پناهت به خدا پسرم. خاله هیزلال، شما هم خودتان را احتیاط کنید. زیرا پسرم تا اینجا نمون. رفتیم مادر جان. پسرم با من بیا. مادر جان خاله زیلو. آقای تایر. با خیر است خاله زیلو. چند مراتبه که بودنی مادرت را پرسیدی؟ و شما هم با من نگفتید. اکنون میگویم. مادری تو منم. تو پسری من هستی. برا تویی. پیراهن تقدیم. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.